أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز ان شاء الله الرحمن ما شما بخیر جمع مکسر شروع میکنیم. و روز دیگه جمع سالم خواندیم. جمع سالم خواندیم. چی رقم وقتی که یک اسم مذکر باشه، یک اسم مؤنث باشه، دالت رفع باشه و دالت نسب و جر باشه، چطور ما جمعش ترتیب میکنیم. جمع او جمع رو برای چی بکنیم؟ جمع سالم. گفتیم که جمع در زبان عربی با دو تقسیم میشه. چی هست؟ جمع سالم است و جمع مختصر است. جمع سالم او روز خلاص خواندیم. خب جمع سالم ما شما خواندیم. قوانینش هم خواندیم که دالت رفع که باشه چی رقم میشه؟ دالت نسب و جر چی رقم ما میتونیم که یک اسم چی بسازیم؟ جمعش ترتیب کنیم. خب امروز ما شما جمع مکسر رو میخونیم. عنوان ما چی است؟ عنوان چی است؟ جمع مکسر. جمع مکسر کس این هیچ کدام قاعده و قانون نداره. مثل جمع سالم وری که ما شما خواندیم. مثلا گفتیم یک در جمع سالم ما شما خواندیم که مثلا یک اسم است چی؟ صالحون واحد است. این چطور می‌دونیم که جمع بسازیم میشه؟ چون دالت رفع است. گفتیم چند استپ داره؟ دو استپ داره. پیش پس میکنیم. الف آخر چی میکنیم؟ نون ساکن ها. الف آخر چی میکنیم؟ پیش میکنیم. سیز؟ پیش میکنیم. و چی اضافه میکنیم داخلش؟ نون زبردار. واو ساکن و نون زبردار. واو ساکن و نون زبردار. چی شد؟ صالحون. صالحون واحد است. سیز؟ صالحون جمع. چون ما شما گفتیم که ما شما در زبان عربی واحد داریم، مثنی داریم و جمع داریم. سیز؟ اما در زبان انگلیسی ما شما تنها چی داریم؟ سینگولر داریم و پلورال داریم. همین رقم در زبان ما شما واحد داریم و جمع داریم. اما در زبان عربی چی است؟ واحد است، مثنی است، باز جمع است. در زبان ما شما و در زبان انگلیسی مثلا داریم بوک. سیز؟ چند دارم کتاب است؟ یک دارم واحد است. و دیگه چی داریم؟ جمع. اگه جمعش کنیم یک اسم میتونه چی میشه؟ بوکس. بوکس چند کتاب است؟ زیاد کتاب ها. از یک زیاد. دو باشه، سه باشه، چهار باشه، پنج، هر چقدر باشه. کلش در چی میه؟ در جمع میه. اما در زبان عربی یک چیز دیگه ما شما داریم. او چی است؟ مثنی دو تا میگن. در زبان عربی از دو که زیاد شد باز جمع است. باز پلورال میشه. از دو که زیاد شد. دو از خود یک نام دیگه داره. پول چی هست؟ مثنی. در انگلیسی چی میگه میشه؟ جول میگه میشه بخیرم. جول فرم. جول میگه. مثلا میگیم که صالحون. چند دانه صالح دیگه؟ یک دانه. اگر دو تا بسازیمش چی میشه؟ صالحانه. صالحانه. قاعده چی بود؟ حرف آخره استپ اولش هست زبر میتیم و الف و نون و زیدا در آخر اضافه میکنیم. صالحانه. صالحون یک نفر صالح، صالحانه دو دانه صالح، صالحون زیادتر. این کلش در کدام حالت است؟ دالت رفع. وقتی که دو پیش باشه این دو حالتش میاد. اینا را اگر در دو زبر باشه دو زبر باشه یا دو زیر باشه در اینجا باز استپای چی میکنه؟ فرق میکنه. اگر مثلا بسازیم چی میکنیمش؟
چی میکنیم؟ حرف آخر چی میکنیم؟ زیر میدیم. زبر میکنیم. و استپ دوم چیست؟ یا ساکن و نون زبردار اضافه میکنیم. صالحین. یای ساکن و نون زبردار. صالحا صالحین. اگه باشه صالحین عین چیز است صالحین. سیز؟ و اینا رو دیگه حالا چی رقم جمع میسازه میشه؟ وقتی که صالحان باشه نون زیردار میتونیم. حرف آخر چی میکنیم؟ مثلا حرف آخر چی میکنیم؟ زیر میتیم آفرین؟ و دیگه؟ یای ساکن و نون و زبردار. نون زبردار. یای ساکن و نون زبردار. چی شد؟ صالحین. صالحین. نون زیردار نمیشه؟ نه یک نون. هی زبر. هی زیر میتونیم. آب بخشن یعنی نون زیر میخواد. سفید. نگفتم یک تا. صالحینه. و در این حالت اگر دو زبر باشه چی میشه؟ جمعش صالحین. اگه دو زیر باشه صالحین. اگر دو زیر باشه مثناش عینش همه صالحین و جمعش عینش همه صالحین. دو زیر دو زبر. اینی حالت و اینی حالت از دو شکل است. صرف اینی حالت دو پیش که باشه اینی فرق میکنه. بیشتر کار کنید. این بود جمع سالم. در اسما و شما خواندیم که در عرصه حالتش اما بسیار آسان است. اگر استپاش آدم یاد بگیره هر کدامش دو استپ داره. استپ اول حرف آخره یا زبر میتی یا زیر میتی. استپ دوم یا ساکن یا نون زیردار اضافه میکنی یا الف و نون زیردار اضافه میکنی. اوری که ببینی بسیار آسان است. خب امروز ما شما انشاءالله شروع میکنیم بخیر جمع مکسر. ما شما گفتیم که در اول وقتی شروع کردیم گفتیم که اسما دو رقم است. ما شما دو رقم جمع داریم. حیث؟ اولی تشریح کردیم که مثلا در زبان ما شما کتاب واحد است. وقتی جمع بسازیم چی میشه؟ چی میشه؟ کتاب ها. کتاب ها. و یا چیز؟ کتب. یوم جمع است. اصلیش از جمع است. کتاب ها و کتب. اما در این دو تا میبینیم که در این جمع قسم اول کس این لفظ خود کتاب هو به هو لیج دیده میشه. سعی کنیم کتاب یک ها کسی جاد شده. خود امی اسم واحد لیج دیده میشه. پس این جمع را گفتیم جمع چی میگن؟ جمع سالم میگن. اما یک رقم جمع دیگه ما شما داریم. مثلا اگر نوشته کنیم نبی در زبان ما شما جمعش چی میشه؟ نبی ها یا انبیا. اینا دیگه میبینیم که این نبی که است نبی در جمع اول دیده میشه. یعنی تا این چی است؟ نون بیا نبی یک اینجا های اضافه کنیم. اما در قسم دوم که است این نبی دیده نمیشه. امو حالت اصلی نبی چی شد؟ شکست. چرا در اول شد اگرچه نون بیا هست اما در اول چی اضافه شد؟ الف اضافه شد. این شد اینجا این کتاب در اینجا دیده میشه. این شد جمع سالم. اما در این کتاب در اینجا دیده نمیشه. کاف است تی است. اما در اینجا بیس اینجا الف است. اما چی شد؟ شکست. و شکستان چی میگه؟ کسر میگه ما شما. در زبان عربی اوری چی میگه؟ کسر. از این خاطر گفتیم جمع دو رقم است. یکی جمع سالم اینی جمع و دیگر جمع چی است؟ جمع مکسر. که ما اصل اسم واحد در چی میشه؟ قاعده مشکل میخویم. مثلا این نبی واره که انبیا شد. کتاب واره که کتاب شد. جمع سالم خواندیم. کل سوره سامشو فهمیدیم تیز؟ امروز چی رو بخیر شروع میکنیم؟ جمع مکسر. و گفتیم که جمع مکسر مثل جمع سالم واره قواعد نداره. قانون ایج نداره. رولز نیست ایش. مثلا در جمع سالم ما شما گفتیم استپ اول نوشته کنیم. اما تو میگفتم نه؟ حرف آخر مثلا پیش میکنیم.
استپ دوم گفتم نشته کنین یا ساکن و مثلا نون زیردار اضافه میکنی یا اتسترا سیز قواعد داشت جمع سالم. در جمع مکسر تو چیز نیست. در جمع سالمش قاعده و قانون ما شما نداریم. تحت یک قانون یا استپس باشه با این استپا رو فالو کنین جمع رو جور کردن میتونین. در جمع مکسر بوده نیست. بلکه چی است؟ در اینجا علما سرازی بسیار کار کردن و چی تیار کردن؟ اوزان تیار کردن، وزنها تیار کردن. نظر با از اون وزنها ما شما میفهمیم که جمع هزینی اسم چی هستن. اکثر اسمایی که صفات هستن جمعشون جمع سالم می باشن. اکثر اسمایی که اسم ذات هستن جمعشون چی میشن؟ جمع مکسر. مثلا پیشتر گفتیم صالحون. صالح چی است؟ صفت است. در انگلیسی چی میگیم؟ ادجکتیو میگیم نه؟ ادجکتیو است نه؟ صفت است، صفت چیزی رو بیان میکنه. اما اگر بگوییم بابون، باب چی نمیگه؟ دروازه صفت چیزی رو بیان نمیکنه. نام جنس، نام ذات است، نام یک شی است یا نام است. ما شما داریم صالح، صالحه، اما در این حال چی هم هستی؟ در این حالت یک صفت هم هست برای یک صالح، آدم خوب، یعنی آدم نیک چی هست و صالح هست. اما باب نام است بر دروازه ما شما میگیم دروازه خوب شد دو برای استفادهش میگم اما صفت نیست که بگویم فلانه دروازه است، فلانه باب است. هیچ کدوم صفت نمیشه، اما صالح صفت میشه. فلانه میگم صالح است، صالح است و همچنان نام است. اینا اینی اسمایی که صفات هستن، اسمای صفات اینا همیشه جمعشون جمع چی میباشه؟ جمع سالم میباشه. قواعد قانون دارن. اما اسمایی که اسمای ذات هستن جمع از اینا چی میباشه؟ جمع مکسر. صحیح؟ و گفتیم که علما دیگه چی کردن؟ اوزان بر از این جور کردن، وزنها جور کردن. میگم اینا میگم چی رقم جور کردن وزنا را، صحیح؟ نظر با اون وزن برات میگه، باز میگه جمع بگو با می وزن جمعش چی هستن. مثلا میگم بابون با وزن افعال پیدا کنه که جمعش چی است. تو چت میفهمی که ابوابون صحیح که وزن ساوند صدا افعال ابوابون، یعنی افعالنا علما چی کردن؟ اینو ترتیب کردن. فعال، فعول، اینی کلش چی هست؟ وزن هستن. دایی که میگه میشه دیست این وزن هستن، این علما ترتیب کردن. این حالا وقتی که تو اسم بشنوی میگم مسجدون جمع مکسرش پیدا کن با وزن مفاعلون. تو اوچت میگی چی؟ مساجدون. صحیح؟ مفاعل مساجد. صحیح؟ فهمیده شد؟ صحیح؟ اینا چند مثالش نشون میکنیم ان شاء الله. از صدای چه می‌بینیم؟ صدای امی وزن که باید گفت شکل صدای. بالکل. اینا میگیم ان شاء الله. اول هم قاعدهش میخونیم که تو علمای رو ترتیب کردن. بعد از اون باز مثال میتیم ان شاء الله بسیار آسان میشه. بازی ان شاء الله اما تو اساس در خون آدم چیز میشه. مثل که عربا هستن نه؟ عربا ضرور نیست که چیزا رو بخورن. و اوچت میفهمن که جمع باب چی است. راستن بعد میگه باب. اما خونشان است. اینا تو ان شاء الله رحمان چون نیت ما شما به است که ما کلام الله رو یاد میگیریم. هیچ کدوم نیت دیگر نداریم که عربی رو یاد بگیریم باز بریم عربستان که مردم عربی که بزنیم. ببین نیت ما چی است؟ که کلام خداوند متعال یاد بگیریم. ایناله الله سبحانه و تعالی بازی در خون انسان میذاره، در خون آدم. بعد اگه وقت میشه که همین کسی که اسم مرد نامش بگیره تو وقت میفهمی که کدام وزن به جوش میاد. راستن میگه که جمع میشن تا چیز. صحیح؟ این اونا که خورد نشان میکنم که زیاد مانا هست. صحیح؟ اینا که جای نگیم.
جمع مکسر هستی. علمای تو کردن که بعضی اسما رو نوشته کردن، مثلا اقلامون سیز سیز اینی دقیقا نوشته کردن اسما را گرفتن سیز زیر به زیر نوشته کردن. اینا در تمام از اینا هر حرف و حرکتی که مشترک است کامل از کلشان او را جدا دیگه نوشته کردن. مثلا دینی اول حرف اول و حرکت اول چی کامل از کلش؟ الف و زبر، الف زبر، الف زبر، الف زبر، الف زبر، الف زبر، در کلش کامل است. مشترک از زبانشون. اینی چی کرده؟ بیرون نشته کرده. در دوم چی هستن؟ اینجا قاف است، اینجا بیس، اینجا زال است، اینجا توی است، اینجا عین است. علامت چی است؟ ساکن است، ساکن است. ساکن است. یه جا دارم. ساکن است، ساکن است. صحیح شد؟ دیگه چی مشترک شد؟ علامه ساکن. ایرم بیرون نوشته کرد. در سومش میگم لام است. صحیح؟ اینجا چی است؟ واو است. اینجا کاف است. اینجا فا است. اینجا چیست؟ اینجا میم است. زبر. پس چی مشترک است؟ سعی کنیم. اینجا زبر است. زبر است. زبر، زبر، زبر. صحیح؟ اینجا چی کرد؟ بیرون نوشتهش کرد. چهارم میبینیم. اینجا چی است؟ الف. اینجا چی است؟ اینجا چی است؟ الف. الف مشترک است، کامن است. الف هم بیرون کشیده. صحیح؟ در آخرش ببینیم میم است، بیس، ریس، لام است، لام است. تنوین. 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 چی شد؟ تنوین بیرون کشیده. صحیح شد؟ اینی حروف یا چی کردن؟ بیرون کشیدن. بکلش کامون بود بیرون نویسش کردن. اینا در این حروف سه حرف ما شما فت میکنیم دیگه. فا، عین، لام. سه حرف. فا، عین، لام. این سه حرف در دلمی چی میکنیمش؟ فتش میکنیم. وقتی که فتش کنیم از این یک کلمه دور میشه. اونمو کلمه یک وزن است که بسیار زیاد اسما باز دمی وزن میاد. یک وزن که بفهمی باز اینا بسیار زیاد اسما دمی وزن جمعش پیدا میکنی. صحیح؟ اینا سه حرف دمی چی میکنیم؟ فتش میکنیم. اینجا خالف است. صحیح؟ پس چیست؟ حرف اول ما گفتیم چیست؟ ف. صحیح؟ فتش کنیم. حرف دوم ما چیست؟ عین. صحیح؟ عین رو فت کردیم. حرف سوم ما چیست؟ لام. یعنی خامت کردی چی شد؟ صحیح؟ حرف آخر ما لام. چی جور شد؟ افعالون. افعالون. صحیح؟ اینا یعنی افعالون یک وزن است. باید کلیتون باشه. اینا رو فرض مثال ما میگم جمع مکسر
قلم رو پیدا کن. با وزنش رو میگم با وزن افعال. گوش کنید به این وزن پرتش کلام نواز میشه. افعال به این وزن پرتش قلم رو اقلام صحیح؟ فهمیده شد؟ نه کنفیزینگ. نه کنفیزینگ نیست انشاءالله. خب از پس هم میشه این فقط به معرفیست براتون. اینا رو میگم براتون بابون. تقدیر میخوانه چیش. میگم جمع مکسر زیر با وزن افعال پیدا کن. در این وزن در این صدا پرتش افعال ابواب. صحیح؟ یا فرض مثال ذکرون. صحیح؟ ذکرون میگم جمعش پیدا کن در وزن افعال. اذکارون برای نخواه. صحیح سی خواست اینجا صحیح؟ اما این دیرتون باشه. این حتما دیرتون باشه. میگم که با وزن افعال جمع عمل پیدا کنیم. عملون صحیح؟ با وزن افعال جمع مکسرش پیدا چی میگی؟ اعمال. صحیح شد؟ این یک وزن شد. کی عبارت از چیست؟ افعال.